مسئله دیگر عزیزان، مسئله که شاید همین کمبودی همچون مادر در من هم وجود داشته باشد. مایان برای مادیات فرزند خود خیلی نگران هستیم. آینده در کدام دانشگاه میخواند، باید پسنداز داشته باشد، برای خانه دار شوی با کی ازدواج میکرده باشد، آینده چیکار میکرده باشد. یعنی زیاد همش از مادیات و از دنیا هست. ولی در قلب همین فرزند من محبت الله و پیامبرش تا کجا وجود دارد؟ ترس از الله، ترس از آخرت، ترس از سوال و جواب، ترس از فرشته هایی که هر لحظه و هر دم می نویسند گفته و کرده های این را در قلبش هست یا نه؟ در این باره فکر کرده ایم یا نه؟ وقتی این کودک بزرگ شد و از دنیا رفت، الله از این راضی باشد یا نه؟ این کودک همچون یک مسلمان چه نقشه دارد؟ آره همچون یک انسان نقشه ها دارد، میخوانم یا صاحب ماشین میشوم یا چیزی دیگر، اما همچون یک مسلمان چه هدف دارد؟ در این باره تقریبا فکر میکرده ها کم هستند، باشند هم عملی نمیکنند. سبحان الله، عائله هایی هستند، پدر و مادرانی که به خاطر دین خود خانه و وطن خود را ترک کرده برآمدند، اما فرزندان آنها الان هیچ غمی دین را ندارد، هیچ پروایی ندارد به جز تیک تاک و اینستاگرام و نمیدونم مدل های نو و تلفن های نو و ماشین و دیگرها. جای عیب است بر پدر و مادر که تو به خاطر دینت وطن را ترک کردی، اما فرزندت هیچ خبری ندارد که پدر و مادر چرا مهاجر است و فرزند هیچ غم دین در قلبش نیست و از سلوک و از گفته و از کرده های او اصلا خدا ترسی دیده نمی شود. پس زینهار که پدر و مادرانی که برای خوردن و پوشیدن و خواندن مکتب و دیگرها پریشانید، برای دین فرزند خود پریشان باشید، وگرنه واویلا فردا فرزندی که دانشگاه تمام کرد، دکترا دارد، نمیدونم مرسدس و دیگرها دارد، اما هیچ خدا ترسی در او نیست. پدر با من کاردار نشو، من لذت خود را در مواد مخدر میبینم، من لذت خود را در دوستان بد میبینم، نمیدونم چیزهای دیگر. از این گونه انسانی که حیوان صفت است و الله میگوید والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام و النار مثوی لهم. آنهایی که کافر هستند آنها فقط در همین حیات دو روزه میخورند، خرسندی میکنند مثل حیوان ها، مثل این گونه. یعنی انسانی که شکل انسان و قلب حیوانی، فکر حیوانی دارد، با اون چی کار میکنیم؟ اگر چه صاحب ماشین و همه چیز باشد. پس باید پدر و مادر پیش از این که درباره کدام مکتب می رود، کدام لیسه می رود، کدام دانشگاه می رود، حتما در قلب این کودک چی هست از ایمان باید بخبر باشیم. کودکی که ایمان ندارد هر چی بالا باشد هم از اون فایده نیست. همون میلیاردر یا درجه یکی ثروتمند دنیا چی بود نامش؟ ویلیام، در نامش ماسک بود، در یادم کاملا نیست. همه میداند که پسرش به دختر تولد شده است و او به همه میگوید من پسرم مرده است. یعنی چی فایده از این گونه فرزند و از این گونه نبیره و از این گونه نسل که آنها از الله نترسند و برای شهوت و خرسندی خود به همه کار دست بزنند. و امروز ما اگر از پی تربیت فرزند خود نشدیم به این روز گرفتار میشویم.